اهالی تانیال دهه‌ای واقع در شهر کولوب از هزار گذشته است. مکتب این ده در طبقه اول این خانه شخصی جایگیر است. 20 سال است تکودوی مردم برای بنیاد مکتب نو ادامه دارد. دویدند و فقط وعده گرفتند. ما با همه تشکیلات مراجعه کردم، با همه چیز کردم. من نمیدونم از سبب باشه که یا فرزندای ما در این درجه حساب میشوند. تا میانه سالهای 80 این بنا باشگاه صحرایی بود و گاه طلبه ها موسمی در 2 حجره آن تحصیل میکردند. من حوالی 84 همون سال همه جمع میخوندیم تا صنف 4 بعد صنف 5 میشه بعد با 3 کیلومتر راه میریم. بعدی برهم خوردن خوجگی های کلکتیوی این بنا شخصی شد. صاحب آن ساکن تانیال است. به خاطر دور بودن راه مکتب دهه‌ای همسایه آنها را در طبقه اول خانه اش جای داده است. انصاف داده است همه صاحب خانه ما را بخیز نکرده است توزیره. که مکتب تونه میسوده من تم افرام میگویده تمام. خاطربینی صاحب خانه نیز سبب دارد. کودکانش که هنوز خردسال هستند در این مکتب تحصیل میکنند. جایی که وقتی که کودک‌ها جای مکتب ندارن هیچی هم گفتن و فرزند خودش در اینجا میخوانند. چند فرزند؟ 3 فرزند داره هستش در اینجا میخوانند. دیگر به خاطر همین بهره هاست که این رفته‌های را از زینه ها طاقت میکنند اجاره پولی نیز نمیگیرد. با جناب ولی کردن که همه مکتب‌ها از بناهای معمولی خانه‌های شخصی از واگن از همه گرفته شده. من نمیدونم که تو چه اندازه راستی داره که طلبای ما تازه در خانه شخصی میخونن. حالا حدود 100 نفر کودک از صنف 1 تا 4 در اینجا تحصیل میکنند، اما این بنا به قول آموزگاران سازگار برای تحصیل نیست. روزهای هستن که تاریک می شود، ابر می شود، دیگه صنف درس دادن نمی شود، خوانندگان نمی بینن، نه حرف رو نه نوشته می توانند. فناریک میمونیم با یوری فناریک درسمون رو میگذاریم. بعد در زمستان یخ بندی شود، منمی زینه پایه ها همش یخ میبندن، طلبه ها رو یک تا عیدوسش گرفته دستیم بندرونیم با برومدن دا میبریم. نه پیش حیوان داریم نه دیگه. این خونه استقامتی است. با در پیش منمی سیم منم کانال آب گذر است. در زمستان برانگاری شود این آب پر شده میبیاید. بعد طلبه ها رو ما مجبور میشیم قطار کرده اوستا میبریم اوستا میدروریم. خیلی کودکای بیعقلن دویده میبرن که میروند در کانال. تا نزدیکترین مکتب 3 کیلومتر راه است، به خطر هم نیست. با گفته ساکنان راننده ها در آن با سرعت 100 تا 120 کیلومتر ساعت ماشین میرانند. چند نفر کودک نیز زیر چرخ ماشین مانده جراحت برداشتند. یک دختره که صنف 9 را هم خیلی ماشین زد خیلی سوز شد زد راه که 3 کیلومتر از صنف 5 را بر جا میبرم. بر طبق یک قرار رئیس شهر کولوب برای ساختمان مکتب جدید در دهه تانیال از حدود جماعت دهنه 2 هکتار زمین جدا شده است. سال گذشته اعلان شد که حدود 700,000 سامانی برای ساختمان مکتب جدا می شود، اما نشد. باز گفتند که مبلغ گذاری را در سال 2017 به 1 میلیون رساندند. با گفته مسئولان محله با آنها تقدیر این مبلغ ها و ساختمان مکتب ناروشن باقی مانده است. وعده کردن این تا وزیرم وعده میکنن این ساختمان مکتب ما سر نشد. زمینش جدا کرده داده ایشون 2 سال زیاد شد. از ساختمان مکتب درک نیست. با وجود این همه وعده خلافی ها ساکنان امید دارند داد آنها به گوش حتما میرسد. طلبه های مکتب به یک گوشه امن و شایسته تحصیل میکوچند.